یک قاشق پودر قهوه رو با نصف استکان آب جوش قاطی کنیم برای خیسوندن بیسکویتامون. حلش میکنیم فقط به خاطر اینکه بیسکویتامون رو توش بخیسونیم برای طعمش. برای 1 لیتر شیر ما 3 تا قاشق نشاسته ذرت لازم داریم، سرصاف، 3 تا قاشق آرد گندم، وانیلمون رو اضافه میکنیم، تقریبا 1 قاشق چایخوری میشه. و شکر بستگی به ذائقه داره، ولی در اصل 10 تا قاشق، بعضی شیرین‌تر دوست دارن بعضی کم شیرین‌تر، اون دیگه بستگی به ذائقه خودتونه. در آخر پودر کاکائوی ما هست که تقریبا بستگی به نوع کاکائو داره، از 3 تا 5 تا قاشق. مواد خشکمون رو قشنگ با هم دیگه اول مخلوط میکنیم که دونه‌های درشت باقی نمونه توشون، با هم دیگه مخلوط بشن. مواد خشکمون رو به شیر سردمون اضافه میکنیم همشون، بعد با همزن دستی خوب مخلوط میکنیم که دیگه هیچ دونه‌ای باقی نمونه باشه. قبل از اینکه بذاریم روی حرارت آروم به هم میزنیم که موادمون کاملا به خورد شیر بره، کاملا به هم میزنیم که هیچ دونه‌ای توش باقی نمونه، مخصوصا دونه‌های کاکائو. بعد ظرفمون رو میذاریم روی حرارت. موادی که با هم دیگه مخلوط کردیم روی حرارت قرار میدیم با شعله تقریبا متوسط، یا حالا بستگی به خودتون داره که عجله دارید یا نه، یا با تایم کافی خوب به هم میزنیم که تا این مواد ما صفر بشه، از فرنی غلیظ‌تر بشه، چون بیسکویت ها رو میخوایم داخلش بپیچیم، مثل بیسکویت های دیگه یا دسرهای دیگه نیست، باید صفر بشه مواد. الان این موقع خوبه، تا خود ما بهش اضافه میکنیم با همزن، منتها باید سریع هم بزنیم که نبنده. تون تون هم میزنیم که تخم مرغ ما نبنده. تخم مرغ ما الان کاملا باز شد. دوباره به همزمان ما ادامه میدیم که دیگه کامل مواد ما صفر تا صفر بشه. باید حسابی بجوشه تا کاملا صفر بشه. مواد تقریبا آماده است. تو همین مرحله که هنوز دسر ما حرارت داره و داغه، کره و شکلاتمون رو اضافه می‌کنیم. کاملا به هم میزنیم که باز بشه با حرارت خود موادمون. کره و شکلات تخلیه‌مون که کاملا خرد کردیم به مواد گرممون اضافه میکنیم که با حرارت مواد اینا آب بشن. این مرحله حسابی به هم میزنیم که مواد به خود هم میده میشن که دلمون یه دست بشه. ظرفی که میخوایم
بیسکویتمون داخلش بذاریم به خاطر اینکه قالب در بیاد نچسبه به دیوارها. یه پلاستیک فریزر کفش قشنگ میذاریم. بعد بیسکویت ها رو میشیم بهش. موقعی که سرد شد، موقعی که ظرف رو برگردونیم قالب در میاد، دیگه به دیوارها نمیچسبه، به مشکل بر نمیخوره. یک لحظه بیسکویتمون داخل مواد قهوه‌مون میزنیم، یه مقدار از مواد روش میذاریم. موادمون هرچه سردتر بشه شروع کنه بیشتر سفت شدن و بهتر میشه. و یه رنگ دیگر رو میذاریم روش. اینا رو کامل کنار هم دیگه به دیوارا میچسبونیم تا دور تا دورش پر بشه و وسطش. همه رو همینطوری یک بار میفرستونیم. یه مقدار از موادمون میریزیم روش و یه رنگ دیگه بیسکویتمون رو کامل روش فشار میدیم، میچسبونیم به دیوارا. حالا از باقی مانده سوسی که داریم روی موادمون یه مقدار میریزیم و صافش میکنیم، بخاطر اینکه خورده مواد قد زیر بره. اگه جای سوسی کم داشته باشه غذا رو